موقع خرید شلواری دقت کنید. پاچه شلوار رو برگردونید. اگه به این صورت روشن بود پنبه است. به این صورت تیره و مشکی بود پلی‌استره. حتما پنبه رو بخرید. میخوای شلوار بخری و وقت پرو نداری میتونی کار انجام بدید. فقط کافیه دور گردنت بذارید. اگه به هم رسید اندازه است. بفرست واسه دوستات. اگه میخوای کلاه سرت نره اینو یاد بگیر. بعد با یه پارچه خیس حداقل 1 سال کار میکنم. 5-6 ماه کار میکنم. اینو که اصلا نخرید. به درد نمیخوره. اگه شلوار مشکیتون رنگش رفته میخواد مثل روز اولش بشه این کارو انجام بدید. یه لیوان چایی، یه قاشق نمک و مایع لباسشویی داخل تش میریزید، میذارید شلوار مشکیتون داخلش بمونه. بعد نیم ساعت میبینید عین روز اولش شده. اگه از این ترفند خوشت اومد برای بقیه هم بفرست. توی این هوای گرم تیشرت سفید یا رنگش زرد میشه یا مثل زیر پیرنی میشه یا زیر بغلش زرد میشه. یکم خمیر دندون، 2 تا قاشق نمک، یکم مایع لباسشویی، بعد از 10 دقیقه یه رو میشورید. میبینید از روز اولش هم بهتر شده. بفرست برای دوستات که تیشرت سفید میپوشن. میخوام یه ترفند بهت یاد بدم که 90% آدما نمیدونن. تیشرتت برات کوچیک شده میخوای بندازیش دور. اصلا این کارو نکن. بسته جوش شیرین میریزی تو تشت آب، لباستو میذاری داخلش، بعد 10 دقیقه معجزه‌شو میبینی. لباس اندازه 1 سایز بزرگتر شده. اگه از این ترفند خوشت اومد بفرست برای دوستات.